RFID چیست؟ امروزه بیشتر محصولات موجود دارای یک بارکد هستند که حاوی اطلاعاتی در مورد محصول است. به کمک این بارکدها فروشنده میتونه کالاها رو ردیابی کنه. خرید هم از قبل آسان‌تر شده. ولی اشکال اینجاست که این بارکدها رو باید یکی یکی خوند. همچنین اطلاعات ذخیره شده توشون ثابته. حالا تصور کنید این بارکدها رو با یه چیپ عوض کنین. در این صورت این بارکدها نه تنها سریعتر خونده میشن، بلکه اطلاعات ذخیره شده توشون نیز قابل آپدیت میشه. حالا تصور کنید این چیپ ها بتونن با دیوایس های دیگه ارتباط برقرار کنن. چیپ با مشخصات بالا همکنون در دسترس است و تکنولوژی به کار برنده در اونام همچنین RFID. RFID یعنی رادیو فرکانسی آیدنتیفیکیشن. RFID حاوی یک میکروچیپ کوچیک و انتقال دهنده است. اطلاعات روی تگ تنها با یک RFID خان فعال می شود. برای همین RFID به یک تکنولوژی خفته معروف است. تصور کنید شما یک پاکت شیر را از سوپرمارکت می خرید و این پاکت مجهز به RFID است. اطلاعاتی مثل قیمت و تاریخ مصرف روی تگ ذخیره شدن. به محض اینکه جعبه رو بلند می‌کنید، تگ‌خوان بی‌درنگ تاریخ مصرف رو به نمایش میذاره. وقتی خریدتون تموم شد، ستون‌های خواننده تگ تمام محصولات خریداری شده رو به سرعت ثانیه میخونه و براتون صورت حساب و پرینت میکنه. احتیاجی هم به صف وایسادن طولانی نیست. اگه مثلا یخچال به RFID ریدر مجهز باشه، لیست محصولات با تاریخ مصرف رو برای شما به نمایش میذاره. و چرا نه سطل آشغال؟ یه سطل آشغال چیپ دار میتونه به شما تذکر بده که مثلا الان یخچالتون از شیر خالی شده و سطل آشغال البته با یخچال در رابطه است. البته این دیزاین ها یک مدلی برای خرید آینده میتونه باشه. ولی اونچه که مسلمه امروزه RFID دقیقاً به همین شکل در ترانسپورت و لاین های هوایی در ثبت بار مسافران استفاده میشه. RFID امروزه توی کنترل تردد کاربرد زیادی داره. چمدونای شما رو هم ردیابی میکنه. ما هم همچنین توی فروشگاهامون مجهز به RFID هستیم. همزمان با کاهش قیمت چیپ های RFID، کاربردهای بیشتر و بیشتری در زمینه RFID توسعه می‌یابه. به این منظور چند کشور اروپایی وابسته به کمپانی‌های بزرگ مشغول انجام دادن پروژه مشترکی هستند که چگونه میتونه قیمت‌های RFID رو کاهش بده، همزمان با پیشرفت بهینه‌سازی. مثلا یه استفاده سادهش اینه که کشاورز دامهاشو با چیپ RFID تگ‌گذاری کنه. اندازه این تگ‌ها روز به روز کمتر میشه تا به بزرگی یه دونه برنج برسه. از این سایزهای کوچیک برای ردیابی حیوانات خونگی میشه استفاده کرد. یکی از بزرگترین کاربردهای RFID توی پزشکیه. مثلا برای شناسایی بیمار یک تگ به مچ اون وصل شده. دکترها این تگ رو میخونن و فوراً به اطلاعات ضروری مورد نیاز بیمار، مریضی و دارو دست مییابن. پس یک لینک از اطلاعات به کامپیوتر مرکزی انتقال داده میشه. عوارض جانبی دارو، مشخصات بیمار، بیماری و همه اینها به پزشک کمک میکنه که نسخه درست رو برای بیمار تجویز کنه. RFID میتونه برای هر چی که شما تصورش رو بکنید نصب بشه. از یخچال گرفته تا کارت اتوبوس. حقیقتی که این تگ‌ها میتونن خونده، ردیابی و یا آپدیت بشن، مسئله خصوصی بودن رو مطرح میکنه. برای همین توی اتحادیه اروپا برای تخلفات قانون گذاشته شده که هیچ کس RFID رو برای زیر پا گذاشتن حقوق بشر استفاده نکنه. صنعت و کالا بیشتر و بیشتر به RFID که یک تکنولوژی کلیدی هستش مجهز میشن. لطفاً برای اطلاعات فنی و تکنیکی بیشتر، نصب و یا خرید RFID در زمینه‌های مختلف با شماره تلفنی که زیر همین ویدیو با شما به اشتراک گذاشته شده تماس بگیرید.